به استقبال 100 سالگی محمد جان شکوری بخارایی. ستالین میخواست بخارا را نیست کند، بنابراین تاجیکان را سرکوب میخواست نگاه دارد. آثار شکوری استقلال ما را بیمه کرد. وجودشان همیشه ملی بود. اون چیزی که در آثار استاد محمد جان شکوری بخارایی گفته شده به نفع این ملت است. کتاب‌های تالیف کردند که تا این وقت در تاریخ ملت تاجیک وجود نداشت. برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نواسان است اینجا. از خلال سیاست‌ها و ریاضت‌ها، اذیت‌ها و محرومیت‌ها، بی‌کسی و بی هم نفسی‌ها، بسا سیلی روزگار خورده، باز هم صبر ایوب داشته، دل به کتاب بسته، جوهری هستی خود را از کتاب یافته، روز و شب جای نمازش صفحه کشاده کتاب و محرابش فرهنگ جهانگیری ایران زمین بوده است. اکادمیک شکوری برای ملت تاجیک و تاجیکستان عزیز بسا خدمت بزرگ انجام داده. در شرایط امروز حدودهای معنوی و فرهنگی تاجیکان را در کتاب و مقاله‌هایش مثل خطه سامانیان نگه داشت و با جسارتانه از آن حفظ کرده است. شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی. ایشان از یک دودمان کریم و نجیب برخواسته بودند و ما اگر تاریخ حداقل 200 سال آخری اگر تاجیک نگاه کنیم، ما تقریبا کمتر خانواده رو میبینیم که در 5 نسل بار دهد، ثمر دهد و زحمت و تلاش افراد این خانواده در 5 نسل برای یک ملت اینقدر مفید و در جای خود باشد. استاد صاحب 3 فرزندی هستند که در ساحه هنر، هنرشناسی، تاریخ و ریاضی و فیزیک شهرت جهانی دارند. رستم ایرانشناس است، تاریخ نگار است. شریف دکتر علم‌های هنرشناسی است. انور پروفسور دانشگاه نیوکاسل بریتانیا و دکتر ریاضی و فیزیک است. اینها در بیرون از حدود تاجیکستان تربیت یافتند، اما هویت من با افراد این خانواده که با فرزندان شکوری نشستم و صحبت کردم، من تعجب میکردم که چقدر یک فرزندان یک خانواده بیرون از محیط تاجیکستان یا محیط ایران یا افغانستان تربیت یافتند و با اون افتخار، با اون شناخت و با اون زحمت و جانفشانی برای این تاریخ، این خدمت، این تمدن خدمت کنند. همه کارهای بهترینی که در نقد ادبی تاجیک، در ادبیات شناسی تاجیک انجام یافتند یا با اشتراک خودی استاد شکوری انجام یافتند یا با راهبری و هدایت ایشان یا اینکه با سرپرستی و راهبری ایشان این کارها انجام یافتند. ما درباره خدمات صدر ضیا میتونیم ساعتها گپ زنیم، لیکن همین یک خدمت او که در دامن خود، در دامن معرفت خود، در دامن اما در محفل فرهنگی خود قهرمان تاجیکستان آینه را پرورده است و آینه طور اشاره میکند 20 سالی خواندن مدرسه یک طرف است و همون زمانی در محفل صدر ضیا بهره بردن دیگران آنچه که عینی صاحب درد میشود از مکتب صدر ضیا میشود. شخصیت ملی، محقق توانمند، عالم مؤمن و پاکیزه‌کار، احیاگر فرهنگ و تمدن پارسی تاجیکی، خادم واقعی علم تاجیکستان، استاد محمد جان شکوری، فرزند بخارا، 30 اکتبر سال 1926 به دنیا آمده است. این معلومات رسمی بوده. طبق گفته استاد،
او ماه فوریه سال 1925 زاده شده است. اگر به گفته استاد عمل میکردیم امسال در تاجیکستان 100 سالگی استاد را در سراسر کشور جشن میگرفتیم. واقعا استاد محمد جان شکوری با آن همه توانمندی های علمی و نفوذی که در منطقه و جهان داشت سزاوار یک جشن با شکوه در کشور بود. падараш шарифҷон махдум садри зиё аз зиёиён ва рӯшанфикрони бухорои шариф ва нависандаи тоҷик буд ки дар тарбияи даҳҳо қаламбадасту шоиру рӯшанфикри он замон нақши бориз дошт. то истилои бухоро аз тарафи болшевикон дар вилоятҳои гуногуни бухоро дар вазифаҳои қозигӣ кор кардааст. пас аз истилои бухорои шариф дар муассисаҳои ҷумҳурияти халқии шӯроии бухоро ифои вазифа карда сипас зиндонӣ мешавад ва соли 1932 дар он ҷо вафот мекунад. модараш мусаҳиба шукурова аз набирагони абулфазли сирати балхӣ буда ки дар бухоро бо фазлу дониш ва олимиву шоирӣ шӯҳрат доштааст. устод шакурӣ ҳабс шудани падару модарашро чунин ривоят мекунад. падари ман ҳам машғулияташон асосан қозигӣ буд. дар вилоятҳо қозӣ мешуданду баъд як андак муддат дар охир қозикалони бухоро ҳам шуданд. падарам садри зиё қозикалон шахси сеюм дар кишвар ҳисоб мешуд. шахси якум амири бухоро, шахси дуюм қушбегӣ яъне сарвазир ва шахси сеюм қозикалон. ин падари маро ҳам ҳамин тур бурдан ҳабс карданд ки тиллоҳоятро бидеҳ. баъд модарамро ҳам ҳабс карданд. хай модарам аку мумкин ки дошт як дастпонаву гӯем ангуштарину ҳалқаю ҳамин хел чизҳо тилловорӣ шояд дошту шояд дода бошад, спурда бошад ба давлат ки ӯро озод карданд модарамро. аммо падарам чанд гоҳи дигар дар зиндон буд. баъд дар ҳамин зиндон вафот кард соли 1932. استاد محمد جان شکوری بخارایی به مثل علامه باباجان غفورов، سوتیم اولوغزاده و ده‌ها شخصیت دیگر کار را از روزنامه‌نگاری یعنی ژورنالیستی آغاز کرده است. سال 1939 وقتی که استاد محمد جان شکوری از بخارا به دوشنبه می آید، اول به دانشکده آموزگاری داخل می شود. همزمان کار را در تاجیکستان سرخ یعنی امروزه جمهوریت آغاز می کند و فعالیت‌های علمی و ایجادیش اینجا شکوهی بیشتر میگیرد. شکوری بزرگ واقعا از دانشمندان ملی حتی در ردیف کلاسیک ها مانده می شود. استاد شکوری چون مرد بزرگ بود یه سری حسودانی بودن که نمیدونن فکر میکردن اگر شکوری نباشد اونها بزرگن و همیشه ضد شکوری کارهای انجام میدادن. در سال 1957 یعنی همگی در 30 سالگی وقتی همون فضای شوروی تغییر کرد و به اصطلاح آتپلی نیکیتا خروشوف آمد، در اولین سال این بزرگوار بر رسالت خود عمل کرد و یک مقاله نوشت برای دیگرگون کردن تدریس ادبیات در مکتب‌های ملی از جمله در مکتب تاجیکی. صحبت کردن، تعریف نمودن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن درباره زبان ملی، فرهنگ ملی، تاریخ ملت، درباره مکتب ملی شروع می‌گردد و با جسارت در جمهوری‌های اتفاقی از جمله در تاجیکستان شروع می‌شد و یکی از مبتکر یا آغازگر این گونه بحث و تلاش‌ها استاد شکوری بودند. استاد تمام عمر اندیشه ملی داشتند ولی از بس در زندگی خود بسیار بدبختی ها را دیدن که چقدر
آدمانی که با اندیشه ملی بودن کشته شدن، زندانی شدن، از آشکارا گفتنش تا حدی خودداری میکردن، ولی وجودشان همیشه ملی بود و تمام اندیشه هاشان اندیشه های ملی بود. چهره استاد محمد جان شکوری در تصور من مثل یک درختی تنومند و پرشاخ و برگی میوه‌دار است. ببینید همین درخت هر چقدر که باری بیشتر داشته باشد همون قدر سرافکنده و به اصطلاح رو به زمین می‌آورد. پس از ختم دانشگاه آموزگاری دوشنبه سال 1945 استاد این دانشگاه شد و همین طریق در اینجا فعالیت‌های علمی و آموزگاریش شروع می شود. اولین موضوع پژوهشش ایجادیات صدیقی عجزی بود. از بس که کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان 29 دکبر سال 1952 عجزی را شاعر ارتجاعی و بورژوازی اعلان کرد، کار علمی استاد شکوری رد شد و زحمت 4 ساله‌اش برباد رفت. عجزی نام شاعری که یکی از مشهورترین شخصانی ابتدای قرن 20 در سمرقند بود. خیلی آموختم، بایگانی ها را دیدم، کتابخانه ها را دیدم، خیلی مواد جمع آوردم، شرده رساله به زبان روسی آن را هم آماده کردم برای دفاع، لیکن مهنتی 4 ساله من سوخت. دیسرتاسی که ایشون در موضوع آثار عجزی نوشتن کاری بسیار جدی بود، ولی متاسفانه کسانی پدید آمدن که گفتن این جریان جدیدیه و چیزایی هست که به ما مربوط نیست. متاسفانه کاری کردن که با دلایل سیاسی اجازه ندیدن که استاد شکوری دفاع کنن. اگرچه از نسل دوم هستند، هم سبقها و دستاوردهای پیشینه نسل اول را از خود کردند، هم همزمان با نسل خودشان بودند و همچنین با نسل‌هایی که بعد از این ظهور کردند در علم نقد و در ادبیات شناسی، حضور ایشان خیلی نظررس به چشم رسد. تفکری پویا و مستقل، یعنی هر کس که تفکری پویا دارد همیشه در جستجو و مستقل، یعنی وابسته به هیچ جبهه و هیچ نظام و هیچی نباشد. و از این منظر اگر ما نگاه کنیم، شکوری همین خصوصیت، همین ویژگی را داشتم. نظر من یک ویژگی استاد که ایشان را از دیگران، از خیلی از دانشمندان ما متمایز میکند، همون دلسوزیشان و رک و راست بودنشان در مسائل ملی بود. البته در دوره شوروی هر گپ را گفتن نمیشد، اما استاد در زمانی که استقلال شد جوهر خود را آشکار کردند، یعنی که همون فکر که داشتن همونا گفته توانستند. با وجود دشواری‌ها و فشارهای گروهی و شخصی، استاد محمد جان شکوری بخارایی از یک آموزگاری عادی تا به سطح اکادمیکی رسید. همون گونه که استاد بارها در مصاحبه‌های خود گفت، اطرافیان استاد یا آنهایی که در دایره‌های علمی کار می‌کردند آن زمان همواره به استاد فشار می‌آوردند، ولی استاد محمد جان شکوری به همه این نگاه نکرده در علم استوارانه قدم می‌ماند و برای فرهنگ و تمدن ملت تاجیک همواره خدمت می‌کرد. ناواسطه به سال‌های دشواری در زمان اتحاد شوروی، استاد محمد جان شکوری فردی بودند که برای زبان و فرهنگ و تاریخ این ملت جانبازی‌ها می‌کردند. استاد شکوری سال 1953 پژوهش را در موضوع خصوصیت‌های غایوی و بدیعی یادداشت‌های عینی قسم 1 و 2 آغاز کرده، آن را سال 1955 در پژوهشگاه شرقشناسی فرهنگستان علوم اتحاد شوروی با راهنمایی پروفسور یوسف براگینسکی به پایان رساند
و 28 فوریه سال 1958 رساله‌اش را دفاع و عنوان نامزد علم سخنشناسی را دریافت کرد. بار اول در نقد و ادبیات شناسی تاجیک ادبیات رو همچون ادبیات همچون مال هنر آموخته است این آدم مؤلف. یعنی ادبیات نقل خشک از نقل خشک محتوای یادداشت‌های عبارت نیست، بلکه او را استاد شکوری کوشش کردند که تحلیل نمایند که از نگاه هنر تا کدام درجه استاد عینی موفق شده بودند و بهترین نمونه برای تحقیقات سالهای من بعده شد. بر رسالت خود عمل کرد و یک مقاله نوشت برای دیگرگون کردن تدریس ادبیات در مکتب‌های ملی از جمله در مکتب تاجیکی. شما تصور کنید در سال 1957 اینکه اون چی تاثیر گذاشت نگذاشت و یا شد یا نشد مسئله دیگر، اما این شخص بودن در از این بزرگترها، از این نفرای بودن که اون زمان استاد شکوری همگی یک نامزد علم بود. اما ببینید چون در همون گن و در مسئولیت شناسی است، در همون زمان این بزرگوار احساس مسئولیت میکند و همین مشکلی جامعه را میگوید. مگر میشود مثلا صرف نظر کرد از احمدی دانش، مگر میشد صرف نظر کرد از جدیدها، نسل اول و نسل دوم و از فعالیت های استاد عینی برای کوشش هایشان برای مکتب جدید و اصول تعلیمی جدید و غیره ها و فراموش کرد؟ نه، یعنی زمینه ها وجود داشتن. او بچه‌ام درست همین خیل بود، او وقت سیاست همون خیل بود، سیاست شوروی. او در اون خاندان من تولد شده بودم، باید من زنده نمیماندم، با احتیاط زندگی میکردیم. خیلی زود و پیش از همه تقاضای زمان را درک میکردن. در همه مورد، در تمام مرحله فعالیتشون با این خصوصیتشون فرق میکردن از دیگرها. 100 سال پیش ما را از هم جدا کردن، ولی در زمان شوروی کم کسانی پیدا میشدن که جرأت کنن و درباره پیوندهای زبانی و تاریخی و فرهنگی ما صدا بلند کنن. استاد اونقدر برای زبان ملی جان فدایی کردن و تلاش کردن که به نظر من شاید کم کسانی به اندازه استاد در این زمینه زحمت کشیده باشد. استاد شکوری در 3 نظام زندگی کرد. نظام شوروی تا سال 1991، نظام یک سال اول استقلال که دوره به استقلال رسیدن تاجیکستان و حکومت مراسم ملی و تقریبا یک و نیم سال و بعد از اون حکومتی که بعد 16 خوجند آمد. استاد شکوری با هیچ یکی از همین حکومت ها نه در مخاصمه قرار داشت نه در مخالفت قرار داشت، با هیچ کدامش کار هم نداشت، ولی که در هر 3 زمان همون رسالت روشنفکریش عمل کرد. من شاگردی ایشون بودم، در تازه از دانشگاه آمدم، در شعبه استاد شکوری کار میکردم. من این اندیشه های ملی ایشون رو در هر گام و در رفتار و در اندیشه هاشون احساس میکردم و همه ما میدانستیم که استاد شکوری هم دانشمندی بزرگ بودن، هم دانشمندی ملی بودن و فرزندی بزرگ ملت ما هستند. یگان شکی در این نیست. استاد شکوری سال 1956 عضوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان و در سالهای 1968-1991 عضوی شورای نقد و ادبیات شناسی در اتحادیه نویسندگان شوروی بود. سال 1981 با پیشنهاد فرهنگستان علوم اتحاد شوروی عضوی وابسته فرهنگستان علوم تاجیکستان انتخاب گردید. سال 1987 عضوی پیوسته اکادمیک فرهنگستان علوم تاجیکستان شد. سال 1989 به مدت 5 سال عضوی ریاست فرهنگستان علوم تاجیکستان بود. از سال 1996 عضوی پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران بود. سال 2005 به عنوان چهره ماندگار در ایران اعلام شدن، انتخاب شدن. این در ایران، در یک کشور با 90 میلیون جمعیت، با این قدر دانشمندان سرشناس سطح جهانی، نویسنده ها، محققین، این
جایگاهی مناسب پیدا کردن باور کنید کاری آسان نیست. در رشته ادبیات فارسی جناب دکتر محمد جان شکوری بخاری راه خراسان چنین ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدن شاه خراسانیم رستم دستانیم. کتاب های تالیف کردن که تا این وقت در تاریخ ملت تاجیک وجود نداشت و از جمله خراسان است اینجا و درباره پانتورکیسم بسیار چیزهایی رو میدونید که هیچ کس خبر نداشت یا کمتر خبر داشتن. تمام آثاری که شکوری بعد از استقلال نوشت اینها یک نوع جهانبینی تاجیک استقلال یافته بودند. در طول نمیدونم 76 سال 78 سال به حدی ما را منکور ساخته بودند که ما از هویت خیش از هر چی ملی بود دور شده بودیم. شما تصور کنید کدام ملتی را با این فرهنگ، با این تمدن، با این پشتوانه های کتبی، یعنی زبان آنچه در زبان به زبان ما نوشته شده است، خط ما را از ما گرفتن و ما را محروم کردند. استاد شکوری تا آخرین روزهایی که زنده بودند فریاد میکشیدند. بعد از سال 1993 اگر شما بینید استاد شکوری 4 کتاب نوشت و این کتاب ها همش در همون مجرا، در همون حرکت روشنفکری، اصلاح زبان، اصلاح مکتب، اصلاح فرهنگ، اصلاح اخلاق، تحکیم پایه‌های دولت داری. نجات ملی ما در وحدت است، در تشکل خودشناسی ملی، در تشکل فرهنگ ملی، علم ملی، مکتب ملی بودن. این رو هست میگفتن و میگفتن سبقهای گذشته رو هم تاکید کردن و امروزه هم را که جهانیان به راه دیگر می رفتن. راه خلاصی ملت شدن است، راه خلاصی دولت ساختن است، دولت ملی، حکومت ملی ساختن است میگفتن. همون مسئله های شکوری بررسی میکند که دردهای جامعه هستند. یعنی اگر رسالت یک روشنفکر اصلاح جامعه و مداوا کردن دردها باشد، این وابسته به مقتضای زمان همون دردها را اول تشخیص میداد، معین میکرد، بعد کوشش میکرد برای دوای اونها. در سال 1989 وقتی که قانون زبان دولتی، اون زمان هنوز نظام شوروی پابرجا بود، وقتی که به تصویب رسید از سوی پارلمان ما، این اصلا شاید یکی از اولین کشورهای بودیم در فضای شوروی اون زمان که ما توانستیم زبان فارسی تاجیکی را مقام دولتی بدیم. البته بعد در سال 1994 در اوج این جنگ داخلی تاجیکستان با پیشنهاد شهرت سلطانوف اصطلاح فارسی از نام زبان دولتی ما حذف شد و همون زمان هم یکی از اونهایی که صدا بلند کرد عزیزی من خراسان است اینجا استاد شکوری و استاد لایق و استاد مومن قناعت بودند. استاد محمدجان شکوری بخارایی طول عمری با برکت خش 48 کتاب و زیاده از 500 مقاله های علمی و عمومی انتشار کرده است که همه آثار ایشان گران ارزش و نیاز به پژوهش و تحقیق دارند. اما میان همه نوشته های ایشان کتاب خراسان است اینجا، پانتورکیسم و سرنوشت ملت تاجیک، انسانگرایی، آموزش و زبان ملی مقام خاصی دارند و استاد را چنانه که میگویند این کتابهایش شهرتیار و ماندگار کرده است. بنده خراسان است اینجا را در سالهای 1992 و 1995 نوشتم. آن سالها جنگ داخلی تاجیکستان که تلاش برادرکشی بود اوج یافت، ملت را به سوی خودکشی می بود و کشور را خراب می کرد.
اندیشه های جانکاهی که از این فاجعه ملت پیدا شده بودند در این کتاب عکس یافتند. مقصد از تدوین کتاب آن بود که شاید برای اینکه در عین سرگرمی تلاش‌ها ملت را به خود آوریم یک ذره حصه گذاشته باشم. китобро устод Шакурӣ замоне навишт ки дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ ҷараён дошт ва ин китоб баҳсу баррасиҳоеро миёни донишмандон ва ҷомеашиносони кишвар ба вуҷуд овард. лоиқ шералӣ он замон гуфта буд ки дар 70 соли охир мо шоҳиди навиштани чунин як китоб дар фазои илмӣ ва академикии Тоҷикистон набудем. мо дар агар замони шӯравӣ агар ду китоби хеле маъруф, хеле محبوب و تاثیرگذار اگر گویم که کدام ها بودن، هیچ کس فکر میکنم شبهه نمیکند که یکی نمونه ادبیات تاجیک در سال 1926 بود و دوم کتاب تاجیکان بود. در زمان استقلال اگر شما بگویید که سه کتاب بسیار مهم چی بود، کدام ها بودن تا این دم، البته من امیدوارم کتاب های زیاد و دیگر نشر میشوند، تالیف میشوند، ولی تا این دم یکی از کتاب‌های بسیار مهمی که نوشته شد در سال‌های اول استقلال کتاب خراسان است. اینجا بود در روزگاری که در تاجیکستان جنگ برادرکشی بود و خون میریخت، استاد شکوری به خود فرو رفتند و تمام دردها و گریه‌های خود در این کتاب پدید آوردند و هدف از این کتاب کمک کردن به ملت تاجیک بود، کمک کردن به وحدت ملت تاجیک بود و به نظر من نقش بسیار مؤثر بازی این کتاب. همیشه به ما میگفتن که همراه شوی آسیای مرکزی به روسیه یا پیوست شوی آسیای مرکزی به روسیه. بعد ما بر اساس این گفته ها و این مقالات و این نوشته ها و این تحقیقات و پژوهش های استادان مثل محمد جان شکوری به این نتیجه رسیدیم که این واقعیت تماما چیزی دیگر است. برادر جان خراسان است، اینجا سخن گفتن نواسان است. اینجا یک نوع اینطور است که اون وقت این گپ ها را، این مسئله ها را به میان گذاشتن برای استاد شکوری خیلی دشوار بود، خطرهای هم داشت و بعدا شما میدونید که بعضی از دانشمندان به نام دانشمندان تاجیک ایراد گرفتن به استاد شکوری که شما به جای به ادبیات صحبت کردن به کار اجتماع چی کار دارید، سر و کار دارید. ایراد روی راست گرفتن که این کارا کاری شما نیست، این کار دیگرها است. شما حتی گفتن که در این کار هوسکار هستید، یعنی نوکار هستید. حالا که استاد اون چیزی که استاد نوشتن از بهترین تحقیقات و تألیفات بود. او تمام دردها، بیماریها و رنجهای کشیده ما را جنبست کرد با یک نظری انتقادی، با یک نظری اکادمی. یعنی همین خیلی یک نوشتاری ژورنالیستی یا هم یک تحقیقاتی بسیار دامنه‌دار و گسترده این خراسان است. اینجا است که من فکر میکنم که او جایگاه زبانی ما را ثابت کرد و در همون زمانی که بعضی مردم اصلا در سالهای اول، حتی بعد از سال اول استقلال، بعضی مردم چون جنگ شهروندی شروع شد، بعضی مردم فکر میکردن که همین قانون زبان یک اشتباه بود، نمیگفتن که این زمینه استقلال ما بود، یعنی میخواستن اونو به فراموشی سپارن. این در همون زمان، در همون سالهای گرفتاری‌های داخلی، همین قانون زبان با نوشتن این کتاب ثابت کرد که این قانون سری وقتی بود و ما اگر خواهیم که یک جامعه بسازیم، اول باید مؤلفه های هویت ملی ما را که یکی از قوی ترینش زبان است، باید ما همون تقویت کنیم، بر همون اشارت کنیم و کتاب خراسان است. اینجا مهمترین پژوهش یک کتاب تاجیک شناسی، یک کتاب هویت شناسی در خویشتن شناسی ما در این 30 سال استقلال است و بیچیز نیست که در یه مدت کوتاه چند بار نشد، هم به خط فارسی هم به خط روسی. و استاد شکوری این کتاب از یک سو استاد شکوری را ماندگار کرد، از سوی دیگر ما همه عاشق این کتاب هستیم و از بهترین کتابایی که
در دوره استقلال نوشته شد. یکیش همین کتابی استاد شکوری است. یکی از موضوعی که استاد محمد جان شکوری روی آن تاکید میکردند این بنیاد مکتب ملی بود. استاد عقیده داشتند که به بنیاد مکتب ملی هیچ گونه پیشرفت به دست نمی آید و اصلا به بنیاد مکتب ملی استاد محمد جان شکوری میگفتند که هستی ما زیر سوال می رود. او این همه را در یک کتاب خود که سال 2002 انتشار کرد، انسانگرایی آموزش و مکتب ملی جدی به میان میگذارد و راه حل های آن را در این کتاب به ما نشان میدهد. با نوشتن کتابی انسانگرایی آموزش و زبان ملی، استاد محمد جان شکوری لایحه مکتب ملی را جدی به میان میگذارد. ایشان با کشیدن طرح و تصویر روشن و آشکار از سیمای فرهنگ و زبان و نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی در زمان شوروی و پس از آن به بررسی این مشکل میپردازد. بنده بر اینم که دولت ملی در کشور چون تاجیکستان از استقلال فرهنگی آغاز می‌یابد، اما آغازگاه استقلال فرهنگی مکتب ملی است که از انسانگرایی آموزش و پرورش شروع می شود. هستی انسان هستی معنوی است. انسان با معنویت انسان است، نه با هستی جسمانی و جنبه مادی حیات. استاد میگفتن که ما اگر در مکتبمون تکیه به انسانگرایی نکنیم، به اصل انسانگرایی نکنیم، ما آدم معاصر رو، آدمی که گذشتهش و امروزش و آیندهش رو میداند و فکر میکند، پرورش کرده نمیتون. ما متاسفانه دانشمندای زیادی داریم، بزرگای زیادی داریم که فرزندانشون چی رسد به تکلم تاجیکی اصلا اندیشهشون اندیشه تاجیکی نیست. کتابایی که در دوره استقلال نوشتن برای خودشناسی ملی ما از جمله بهترین کتاب ها هستند. ولی متاسفانه بسیار پیشنهادها، بسیار نظرها و بسیار مشاهده های استاد شکوری در صفحه کتاب هایشان باقی ماند. متاسفانه عملی نکردیم و امروز یکی از کمبودی های جدی مکتب های میانه و دانشگاه های ما هم در همین است. یعنی تمام این آثار اگر شما مراجعت کنید بخونید، برای آن بود که شکوری تلاش کرد که زمینه های ایدئولوژی و زمینه های معنوی استقلال ما را بنویسد، به مردم بگوید و تنها با گفتن نه، با پیشنهادها. و اگر انتقاد کرد، مثال در مسئله مکتب و معارف انتقاد کردم، اما همه خیلی انتقاد این که طعنه کند اون راهش پیشنهاد کرد. در اون کتاب انسانگرایی میبینیم که برای مکتب، برای اینکه جامعه ساخته شود، برای اینکه نسل زمان استقلال با تفکر استقلال به دنیا آید و پرورش یابد، گفت که باید ما در برنامه مکتب میانه، در برنامه مکتب باید ما انسانگرایی رو در محور قرار دهیم. یعنی کاری همینطور فقط یک دعوا یا یک ادعای پوچ و خالی نه. این بزرگوار خدمت کرد و من فکر میکنم که آثار شکوری استقلال ما را بیمه کرد. اون چیزی که در آثار استاد محمد جان شکوری بخارایی گفته شده به نفع این ملت است. همچون جامعه شناس، ادبیات شناس و منقد راستین و واقعی از جریان ها و از وضعیت منطقه، کشورهای منطقه، حرکت ها و جنبش هایی که در این کشورها میگذاشتن آگاهی کامل داشتن. پانتورکیزم یک جریان افراطی است، افراطی بود و از دست رفتن مراکز فرهنگی و ملی تاجیک‌ها، البته نقش تنها ترک‌ها نبود، نقش کرملین بود که استاد اشاره ها دارن. پانتورکیزم و سرنوشت تاریخی تاجیکان سال 2012 محض در روز جنازه استاد به دست خواننده رسید. گرچنده مقاله های این کتاب پیشتر هم در روزنامه و مجله ها چاپ شده بودند. استاد همواره ما را از خطر پانتورکیزم هشدار میداد. استاد تاکید میکردند که
خطر پانتورکیزم و دیگر جریان‌های ارتجاعی مربوط به این حرکت میتواند در آینده به ملت ما ضربه بزند و آینده نگری استاد امروز که ما اطراف را مشاهده میکنیم برملا احساس میشود. واقعا پانتورکیزم و سرنوشت تاریخی تاجیکان در زمان خود نظیر نداشت و همواره این کتاب یک جایگاه ویژه در بحث‌های ایدئولوژی و خوانش‌های سیاسی دارد. ситами маънавии даврони пантуркистӣ бештар аз ситами иҷтимоии аҳди манғития буд. ситами маънавӣ инсонро аз чеҳраи инсонӣ маҳрум мекунад. пантуркизми большевикӣ бисёр кӯшид ки тоҷик дигар тоҷик набошад, аз маниши худ маҳрум гардад, аз маданияти худ, аз худии худ рӯ гардонад. ба ҳастии дигаре, ба ҳастии хилофи маънавияти воло, خلافی رسمی آدمیت رو آورد. ستم معنوی آدم را به سوی ناآدمی روان می کند. پانتورکیزم و بلشویزم در بسیار موردها با این نیت خود نائل نشد. نتوانست تاجیک را از تاجیکیت برگرداند، از راه آدمیت برآورد. در بیشتر موردها مردم ظاهراً برای چشم فریبی هستی دیگری را بپذیرفتند. باطناً باشد همچنان بودند که بودند. کتاب بر وقت تعلیف شده بود و بعضی از قسمت هایش در مجله ها چاپ شده بودند، ولی خودی چاپ کتاب در روز مرگشون به دست ما رسید. ما همه حالا جنازه استاد در خانهشان بود، حالا نبرداشته بودند، همونجا رفیقان همین کتاب را پهن کردند. من کاملا با اندیشه‌های استاد در این کتاب و در کتاب‌های دیگرشون موافق هستم. واقعا جریان پانتورکیزم جریان بسیار خطرناکی است که نه تنها به ملت تاجیک، به خیلی از ملت‌ها و از جمله به بعضی ملت‌های خودی ترکی زبان هم اثری منفی دارد. اما در بسیار موردهای دیگر مردم تبلیغات پان ازبکisتی را عین حقیقت پنداشتند و خود را ازبک به قلم دادند. در بعضی موردها مردم برای زمانه‌سازی، گاه برای سودجویی و منصبخواهی خود را ازبک اعلان کردند. در بیشتر موردهای دیگر کارداران ازبک مردم را نپرسیده ازبک می نوشتند. این است که پانتورکیزم و بلشویزم که با انقلاب به بخارا آمد تیشه بر ریشه های هستی معنوی تاجیکان و ویژگی های تاریخی ایشان زد. از این رو باید باز بگوییم که انقلاب را زیان بیشتر از سود بود. انقلاب بلشویکی پانتورکیستی یک تبدلات کلی کم سود و پرزیان آورد. ملت تاجیک از ثمره های انقلاب هرچی بهره برده باشد هم، اما برایشان بسیار گران تمام شد. ستالین میخواست بخارا را نیست کند. ستالین میخواست خلقهای ترک اطراف را، آسیای مرکزی را از نفوذ فرهنگی ایرانی تاجیکان خلاص کند. بنابراین تاجیکان را سرکوب میخواست نگاه دارد. در بعضی از کشورهای همسایه ما همین جنبش یا زنده کردن حرکت پانتورکیستی به وجود آمده بود، اوج گرفته بود، در ادبیات تاثیر گذاشته بود، در علم تاثیر گذاشته بود، تاریخ نویسی کردند، تاریخ گذاشته ملت های دیگر رو به خودشان نسبت دادند، رمن ها پیدا شدند، داستان ها پیدا شدند. کتاب دوم ایشون کتابی که با نام پانتورکیزم و سرنوشت تاریخی تاجیکان است. این کتاب اگر شما نگاه کنید، نگاه یک دانشمند به روند 100 سال اخیر بود. یعنی همین حرکت از کجا شروع شد، ما از این حرکت چه ضربه های خوردیم و فقط این نه، ما باید در آینده، یعنی دورنمای روند حادثه ها، روند مبارزه هایی که در گذشته شد و امروز هنوز ما میبینیم ادامه دارن، اینها را تحلیل بررسی کرده، پیشنهادهایی کرده. یک نوع هشدار دادن به اهل جامعه تاجیک بود که هشدار شدید
که اینطور رویه ها، اینطور جنبش های که بر ضرر ما هست، بر ضرر منفعت ما هست، به منفعت بر ضرر ملت ما هست پیدا شدند. این چیزا بود. شانزدهم سентябри соли 2012 устод муҳаммадҷон шакурии бухороӣ ин оламро падруд гуфт ва рӯҳаш бо абадият пайваст. он замон мо дарк намекардем ки ин миллат чӣ ганҷи бузурге, чӣ фарзонаеро аз даст додааст. гарчанде охири умри ҳаёти устод пур аз шебу фарозҳо ва фишорҳои гурӯҳиву сиёсӣ буд, аммо ин рӯҳияи устодро нашикаст ва устод лаҳзае аз хондану навиштан фориғ нашуд. ин аст ки таърих дар довариҳои худ номи устод муҳаммадҷон шакурии бухороиро бо ҳарфҳои зарин сабт хоҳад кард, зеро ӯ як олими муъмин ва мухлис ба миллаташ буд. در هر کجای دنیا اگر شکوری مثل شکوری فرزندی بزرگ می داشت ملت، بهترین خیابان رو به نامش می گذاشتن، مجسمه‌اش می گذاشتن، خب بنیاد یا کانونی شکوری می ساختن، کارهای پژوهشی می کردن. اکنون زمان فرا رسیده است که مثلا پژوهش‌هایی که شکوری انجام داده است باید پژوهش کرده شود. استاد با همون قدر سینی بالا در روزهای آخری که من مثلا در زندگیشون دیدم همیشه با پربین میخوندن و مینوشتن. من تعجب میکردم، مثلا میگفتن که من مثلا تقریبا 47-48 کتاب نوشتم، دیگه برای یک نفر کافی است. بعضی از کسانی هم پیدا شدند که در روزهای ما هذیانات، من کتاب نمیگویم، هذیان نامه های نوشتن که سر تا پا تحقیر استاد شکوری، شخصیت او، تحریف آثارش، تحریف اثرهایش، تحریف افکار او می باشد. تاجکای ما، نسل نوی ما، جوانان ما، جوانان بیدار و هوشیار ما، مقامداران ما، اینها را باید فراموش نکنیم، قدر کنیم و از همه گونه دخالت و تحقیر و توهین اونها را محافظت کنیم. بهترین اثرهای معاصر از اثرهای معاصر در شناخت ملت تاجیک همین آثار استاد است که استادم این چیزایی که در کتابش آوردگی است، اینها همه محصول 50-60 ساله فعالیت علمی است که آشکار کردهشون نتونست و در آخر همینا رو آشکار کرد. اگر هر یک تاجیک 10% همین ازبر کند، تصور کن که ملت تاجیک از جهت معنوی یعنی که کمال یافت. در تاریخی 100 سالی اخیری ادب و فرهنگ و علم ما، استاد محمدجان شکوری یکی از شخصیت‌های بسیار مطرح و ماندگار است و بدون شک کارنامه ایشان در تاریخ ملت و کشور ما با حروف زرین ثبت خواهد شد. چون میگوییم که معنویت در هویت فرهنگ ملت تاجیک جایگاهی اساسی دارد، نقش دین مبین اسلام را نیز باید یادآور بشویم. نباید از یاد بود که فرهنگ ملی مردم تاجیک سرشار از فیض اسلام است. همه ساحه های حیات تاجیکان از نقش اسلام برخوردار است. جایگاه اسلام در جامعه تاجیکان همیشه به مراتب بیشتر از جایگاه دین در جامعه کشورهای غرب بود و هست. از این رو اسلام در اندیشه ملی ما باید جایگاه با سزای داشته باشد.